خب حالا یه نگاهی کردم دیدم نه همه رو کامل گفتم، پس دیگه مشکل نیست. ولی خب یه نکته که در هر سه روش شما باید بهش دقت داشته باشین، ملزومات این روش هاست: آرامش خودتون، آرامش اون شخص، نورپردازی محیط و حالاتی که میتونه باعث ندیدن حاله شخص بشه: اضطراب، سر صدا، رفت و آمد اطراف. اگه شما میخواین یه اتاق داشته باشین که مثلا اون طرف درش 100 نفر میان میرن یا محل عبور افراده، چون حاله یک شخص، البته میدان مغناطیسی یک شخص 5 متره و خب غالبا به راحتی از دیوار رد میشه، پس اگر این افراد در محیط اطراف اتاق شما باشن، این برای حال دیدن ایجاد اشکال میکنه. پس باید حتما سعی بکنید اتاق خودتون رو کاملا آماده کنید. سعی بکنید اگر صندلی هم میخواد شخص بنشینه، اگر یه فرم چوبی داشته باشه خیلی بهتره برای اول. نمیگم این در حال بینی خیلی تاثیر میذاره، اما خب یادتون باشه ازش بخواید گردنبند خودش در بیاره. اگر سنگی، عقیقی، یشمی چیزی به همراه خودش داره، حتما ازش بخواید که اینا رو بذاره کنار. ساعت مچیش، حلقه‌ای که دستشی، مخصوصا اگر حلقه‌هاش مثلا چیزایی باشن که فعال کننده انرژی باشن، اینا رو ازش خارج بکنید و نه تنها از خودش بلکه از اتاق بیرون ببرید تا محیط اتاق کاملا یک محیط آرام باشه تا شما بتونید حاله شخص رو بدون مشکل ببینید. چون غالبا سنگ هایی که افراد به عنوان کمک همراه خودشون دارن، چون شارژ نشدن، بیشتر از این که انرژی بدن انرژی میگیرن و معمولا وقتی شخص اینا رو گردنش میذاره، اون سنگ خودشون شارژ نیست، از بدن این شخص استفاده میکنه و خودش رو شارژ میکنه که با برداشتنش بعد یه مدت شما میبینید شخص حس خیلی بهتری بهش دست میده و دلیلش هم دقیقا همینه. حالا که روش مثلث رو گفتم، یک روش مثلث دستی رو بگم چون همه جا با هم دیگه است و این مبحث تموم بکنم برم سر مباحث مهمتر حال بینی. روش مثلث دستی یکی از روش‌های خیلی راهبردی و بسیار کارآمد برای مشاهده حاله و مقدمه برای ایجاد تاثیرات فراروانی مرتبط در خصوص سوژه شماست. یکی از مزیت‌های اصلی این روش اینه که معمولا میشه تحت شرایط خیلی عمومی و خیلی راحت این انجام داد. خب چجوریه؟ اجازه بدین براتون مرحله مرحله اینو توضیح بدم. مرحله اول تشکیل مثلث. یعنی چی؟ بذارین حالا من متن نوشتم براتون بخونم. ابتدا با کنار هم قرار دادن نوک انگشتان شست به منظور تشکیل قاعده مثلث، با دستان خودتون یک مثلث رو بسازید. همتون ساختین دیگه، با دست 60 سال میشستیم به هم دیگه مثلث درست میکنیم. سپس نوک انگشتان اشاره خود را به هم نزدیک کنید تا رأس مثلث رو تشکیل بدید. کاری که ما همیشه انجام میدیم. مرحله دوم تنظیم چارچوب. از مثلث به عنوان قابی برای مشاهده سوژه‌تان استفاده کنید. چارچوب مثلث را با حرکت دادن دست‌ها به داخل و خارج تنظیم کنید تا آنجا که یک اندازه و فضای ایدئالی را در داخل مثلث برای مشاهده سوژه‌تان فراهم بکنید. و باید تمام سوژه‌تون خیلی راحت داخل مثلث باشه یا حداقل میزانی ازش که میخواین حالش رو ببینید. البته دقت بکنید همیشه در حال بینی و تمام حاله رو ببینید، نباید حاله رو قسمتی بررسی کنید. چون مثلا فرض بکنید یک شخصی مثلا دستش درد میکنه، بعد شما با حالش نگاه میکنی میبینید نه حالش مثلا سالمه، ولی مثلا چند ساعت پیش حلقه طلا دستش بوده. خب حلقه طلا موقتاً سوراخی که مرتبط یا طیف رنگی یا ضربان یا گسستگی، برآمدگی، تورفتگی، پارگی رو میپوشونه.
چون رسانه‌های فوق‌العاده قویه برای انرژی. شما می‌بینی ولی می‌بینی حالش مشکلی نداره، پس میگی خب دستش بستگی با نقصان حاله نیست یا خوانشی متفاوت از حالش ارائه میدید. اینا رو باید دقت. مرحله سوم، مشاهده حاله. سوژه‌تون رو از میان مثلث مشاهده کنید تا زمانی که حاله ظاهر شود. اگر از این روش استفاده کنید معمولا ظرف همین 10 ثانیه تا 15 ثانیه حاله شخص سریع مشخص میشه، مخصوصا باز اگر تمرینات قبلی رو انجام داده باشید. باز مخصوصا اگر قسمت اول تمرینات که مرتبط با برون فکنی بود رو تمرین کرده باشید، همین که دست آوردی بالا که اصلا یک دفعه کل فضا تغییر میکنه، چون خودتون حالتون خیلی قویه، به راحتی میتونید اون رو خانش کنه. خب سوژهتون رو از میان مثلثی که با دستانتون ساختیم مشاهده کنید تا زمانی که حاله ظاهر بشه. این اتفاق معمولا ظرف چند ثانیه رخ میده. با آهسته جدا کردن دست ها از هم و سپس استراحت دادن به آن مثلث رو حذف کنید و تمرکز خودتون وقتی دستاتون رو دارین باز میکنین از میان فضای درون دستاتون روی سوژه تمرکز داشته باشید. دستای خودتون رو دنبال نکنید، چشمتون باید روی سوژه باشه. وقتی دستاتون رو برمیدارید میبینید حاله شخص کاملا روش وجود داره. چندین بار مثلا حدود 1 ماه 2 ماه که این تمرین ادامه بدید به راحتی شما میتونید تمام حاله یک شخص رو خانش کنید. خب وقتی حاله یک شخص رو دیدین نمودهای حاله رو مینویسید، قشنگ مثل یه پزشک یا مثل یه نقاش مینویسید که حاله شخص چقدره، چند سانته، به کدوم سمت رفته، آیا کج راسته، آیا حاله رنگ مات داره، رنگ براق داره، آیا شفافه، آیا از حاله شخص میتونید پشتش رو ببینید یا حاله مانع دیدن پشت شخص میشه، درسته؟ آیا حالش جای پاره شده؟ اینا رو حتما یادداشت کنید. تعداد چاله های حاله رو بنویسید، چون بعداً بهتون میگم که هر کدوم از حاله ها به کدوم قسمت بدن و کدوم بیماری ها مرتبطه و هر کدوم از اینا درمان خاص خودش رو داره. مثلا کف دست ها معمولا میتونه به اکثر حاله های شخص انرژی بده و سوراخ ها رو پر بکنه، ولی بعضی از حاله ها هستن که اگر دورشون یک حاله نمیگم خاکستری، مثلا خاکستری آبی قاطی بشه اینجوری به وجود بیاد، یعنی به حالت سیمانی مانند بگم به وجود بیاد، این حاله این سوراخی که در حال به وجود آمده خانش انرژی نمیکنه، یعنی انرژی که شما برای درمان بهش بفرستین دریافت نمیکنه. شما اینا رو یادداشت کنید ببینید آیا دور سوراخش چیزی وجود داره، چیزی وجود داره یا نه. این سه روش رو حتما تمرین بکنید دوستان عزیز. باز در جلسات بعدی به طور مفصل براتون توضیح میدم که بعد از اینکه تونستین حاله یک شخص رو با این تمارین بخونید باید چه کارهایی براش انجام بدید. تا جلسه بعد موفق باشید.